فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانیه بعدی پرسیدن که آیا وقتی که زن حائض است و همسر به اون نزدیک کند این کار گناه است؟ در هنگام حیض و قاعدگی و در این زمینه همبستر شدن حرام هست و ناجایز هست به نص قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که در قرآن کریم هست یسألونک عن المحیض که از مردم از تو درباره حیض و قاعدگی زنان سوال میکنند قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، که زنانی که در حالت حیض و قاعدگی هستند در این زمینه از شما سوال میشه در مورد قاعدگی و حیض، بگو این یک نوع آزار هست، یک نوع بیماری هست، یک نوع در واقع آلودگی هست، شما در این هنگام با زنان هم بستر نشوید ولا تقربوهن حتی یطهر، تا زمانی که پاک نشدن شما حق ندارید که با زنان در این زمینه در واقع هم بستری داشته باشید. منتها اون چیزی که در میان زن و شوهر حرام هست در این مدت صرفا هم بستری هست، خمخوابگی هست و عمل جنسی هست. بقیه موارد مقدمات عمل جنسی کاملا حلال و جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو نداره.